عرض کنم خدمتتون محمود لاهیجانیان هستم. قریبه به 46 ساله کار میکنم. در حقیقت مینیاتور یعنی یه چیز ظریف و کوچیکی که به تصویر کشیده میشه. در واقع چون بیشتر استقبال کننده های این سبک نقاشی اروپایی ها بودن، این عنوان رو در حقیقت اونها به این سبک نقاشی ایرانی اضافه کردن. قبل از این مرسوم بود و معمول بود به سبک چینی سازی که این هم باز ناشی از این بود که نقاشی هایی که در حقیقت به این شکل تصویر کشیده میشد بهره برداری بود از نقوشی که روی ظروف به اصطلاح چینی که از طریق تجار قدیم وارد ایران شده بود و اقتباس از اینها و به اصطلاح صورت‌ها مخصوصا که توی کارهای خیلی از اساتید قبل مخصوصا دوره مغول و سبک هرات توسط استاد بهزاد و دیگران حاکم هست و وجود داره. به همین دلیل این سبک رو در ایران قبل از اینکه کلمه مینیاتور به کار گرفته بشه معمول بود به چینی سازی. یه دورانی رو متاسفانه به انحطاط گذروند در مخصوصا زمان قاجار و این سبک به اصطلاح یا اساتیدی نبودن یا اگر هم بودن اندک بودن و به اصطلاح جایگاهی خاصی نتونستن باز بکنن. تا انتهای همین دوره نقاشانی پا به عرصه هنر گذاشتن که این نقاشی حجمی رو سعی کردن به روی سطح انتقال بدن، به این معنا که اون حالت به اصطلاح سبک قاجار و گل و بته سازی که مرسوم بود و جا افتاده بود بیشتر روی قاب آینه ها، قلمدان ها، مجری ها و جلد قرآن و جلدهای شاهنامه و امثال هم به تصویر کشیده میشد و بنا به استقبالی که اروپایی‌ها از این رشته نقاشی با بعد از به اصطلاح جنگ جهانی دوم وارد ایران شدن و استقبال اینها و دلنشین بودن این سبک نقاشی ارتقای کم یا کیفی همه جانبه به خودش گرفت. طبیعتاً این رشته سبک‌های مختلفی رو به دنبال خودش به اصطلاح ابداع کرد و می‌طلبید برای اینکه یه تابلوی خوب نقاشی مینیاتور جامع و کامل باشه یه استاد با طراحی، رنگ‌آمیزی، قلمگیری، چهره‌سازی، بته‌سازی، اسلیمی، حاشیه، تصحیح و بقیه کارهایی که تکمیل کننده یه تابلو بود و مجموعه اینها رو بهش میگفتن مینیاتور مواجه بشه. ظهور
اساتیدی چون مرحوم حاج میرزا آقای امامی پا به عرصه هنر گذاشته بودن، ولی در این دوره به اصطلاح دوره تکمیلی و کمال رسید. هم عصر با ایشون اساتید دیگری هم از جمله مرحوم میرزا ابراهیم نعمت اللهی معروف به عامد ابرام که حتی میشه گفت که قدیمی تر از مرحوم حاج میرزا آقای امامی بودن، اینها هم کارهایی که می ساختن همون قاب آینه ها، قلمدان ها و پارچه ها و نقاشی روی پارچه و امثال هم بود و اینها پایه‌گذار قوی مکتب مینیاتور حاضر شدند. برداشت این نقاش ها باز هم نشأت گرفته بود از یه به اصطلاح علاوه بر اون نوآوری هایی که داشتن، ناشی میشد از بهره برداری و به کار گرفتن نقاشی های به جا مانده در ابنیه‌های قدیمی و بسیار زیبای اصفهان از جمله 40 ستون، عالیقاپو و ساختمان های مشابه با اینا که به اصطلاح شکارگاه ها، چوگان ها و به اصطلاح مجالس بزم، رزم و همه اینا رو به تصویر کشیده بودن و طبیعتاً برای خودش یه جایگاهی خاصی پیدا کرد که تبحر بعضی از اساتید، بعضی‌ها در زمینه شکارگاه، چوگان حرف برای گفتن داشتن، دیگری در سبک‌های مختلف از جمله مجلس آرایی‌ها و گل و بوته و تصهیب اسلامی که اینها هر کدام اصلاً به هر حال مشقات خاص خودش رو برای فراگیری داشت و تونستن برای خودشون تثبیتی بکنن و این سبک رو و این نقاشی رو ارائه بدن. این که میگم کاربردهای متفاوت داره به خاطر اینکه اون ظرافت بسیار زیبایی را که لازمه کار هست به دنبال داره، از انگشتر به اصطلاح گوشواره، دستبند، چیزهایی که به اصطلاح توریست‌ها خوب استقبال میکردن، چیزهای ظریف و کم حجم رو روی اونها هم منقوش میشد، نقاشی میکردن و به اصطلاح همون قلمدانسازی و قاب آینه و امثال هم را هم کار میکردن و طبیعتاً حتی این نقاشی و تاثیرگذاری آن روی درب‌های سنتی هم که از قدیم به جای مانده نقش می‌بست. تأثیر اون باز روی کاشی‌سازی مخصوصاً اسلامی و شکل‌های هندسی تاثیرگذاری زیاد داره، به نوعی روی خاتم اثر داره و به اصطلاح از طراحی‌های مینیاتور استفاده میکنن، حکاک‌ها روی به اصطلاح کتیبه‌هایی که حک میکنن چه روی سنگ چه روی چوب
معرق کارها، باز کاشی سازهایی که معرق کار میکنن یا معرق چوب میکنن، تمام اینها همش ناشی از همین طراحی بسیار زیبا و اصیل و زیبنده ایرانی هست. طبیعتاً نقاشی مینیاتور یا اون نگارگری که عنوان جدیدی هست به این رشته دادن، الان پا به عرصه جهانی گذاشته، به طوری که ما تعداد نقاشان بسیار زیادی داریم که سرآمد تمام اینها به عقیده من استاد عظیم الشأن جناب آقای استاد محمود فرشیان هستن که به انصافاً تمام اون چیزهایی رو که عرض کردم از ادوار قدیم تا به حال به نحو احسن و اکمل روی کارهاشون به نمایش گذاشتن و به دید جهانیان گذاشتن که جای بسی افتخار داره. نصف جهون اصفهونست، یه شهری خوب تو ایرونست. از روی گنبدای شهر کاشیکاریش نمایونست. از بس قشنگ و با صفاست، شهر نگو گلستونست. هنرهای دستی میخوای تو شهر من فراوونست. قولی مرغوبش اینست که کرک و ابریشم داره. سفره های قلمکارش که طرحهای قشنگ داره. مینیاتور و خاتم و کنده کاری رو مس داره. زرین بافی گلابتون نقره های قشنگ داره. بدون که تنها اصفهون مینای رنگ و رنگ داره. گشت بزنید تو بازارش تا ببینید استکارش. دیدن این همه هنر لذت عالمی داره. شیرین کنید دهانتون با غذای نصف جهون. سفر کنید به اصفهون، بیاین به شهر خوبمون تا ببینید نصف جهون کنار علم هنر داره. مرسی بچه‌ها، مرسی.